و اینجا میخوایم معروف ترین کیک همو درست بکنیم که بیسکو کیک و 5 سال 6 سال یکی از معروف ترین کیکام شده. خب اینجا گل صورتی سفید داریم. گل خیلی دیزاین قشنگی به کار میده، هم لاکچریش میکنه هم شیکش میکنه. درسته خوردنی نیست، طبیعیه، خوردنی نیست، ولی اصلا یه لول 100 لول کارو میبره بالاتر. امروزم عجیب گلا باز و قشنگم، با اینکه روز مینیاتوریه ولی رفتم گل فروشی، اصلا یه چیز خیلی قشنگیه. گلا بازن قشنگ، به جای اینکه بیشتر قنچه باشن قشنگ به کار جلوه میده. این خانومی هم که کیکو سفارش داده تم رنگی صورتی میخواد، صورتی کمرنگ. این گلای این کاسبرگای گلی هم که اینجوری پژمرده شده رو حتما میگیریم، یعنی حالتهای آفتاب سوخته داره، این کاسبرگای دورش رو حتما میگیریم. حالا اشکال نداره از بزرگی گل کم میکنه، ولی مهم اینه که قشنگ باشه کارمون. دیگه اگه بخوام بهتون بگم اینه که این مدل کیک باید از 2-3 روز قبل درست بشه، یعنی درستش اینه که از 2-3 روز قبل درست بشه. میذاریمش توی جعبه، رطوبت خامه جذب بیسکویت میشه، جذب این بیس کوکی کره‌ای میشه و تقریبا نرمش میکنه. ولی باز هم ما نباید انتظار کیک خامه ای رو ازش داشته باشیم. یه سری اینا رو روش میذارم که تم کارم که سفید و یعنی صورتیه در اصل به هم نخوره. اینجا حالا باز هم جاهای خالی شد که خیلی کوچولوتره با ترایفل پر میکنم. حالا که میگم منظورم اینا صورتی های کوچولوی ناز. عالی شد. چقدر قشنگ شد. بریم که بسته بندیش کنیم و بفرستیم. دوستتون دارم.